دوستان عزیز سلام با همه. دیروز باز یک دور نوبتی بازی لیگ چمپیون‌ها گذشت و راستش بازی بسیار جالب شدن. امروز ما میایم و همین طوری اساسی دور ششم رو بررسی میکنیم. بازی ریال مادرید بر ضد منچستر سیتی. این بازی مرکزی بود. این بازی همه رو با خود کشید و من میخوام مومنت‌های اساسی رو با شما یک جا شرح دهم. بازی دیگر هم بودن اما تا ویدیو طولانی نشود اگر وقت رسید ما اونها رو در تلگرام کانال خود بررسی میکنیم. همه جزئیات فکرها تحلیل‌های الهی همش در آنجاست. پس بیایید وارد شوید، ابونه شوید تا از همه چیز خبردار باشید. سلکه در اپسیون ویدیو و در کامنتار یکم من آن رو برای شما закрепить میکنم. اگر اونجا بازور شنید ما باشیم سر میکنیم. دوستان چخیلی که میدونیم بعد لیگ چمپیون‌ها همه وقت لیگ اروپا و لیگ کنفرانس میگذارد و شما میتونید همه این رقابت‌ها رو با سرپرست ویدیوی ما شرکت یک ایکس جالبتر گردونید. زیرا این شرکت چندین سال میشود که کار فعالیت دارد و بهترین شرایط رو فراهم می‌آورد. تنها در ما و تنها برای شما ما پروموتر کردیم با نام AMG 0777 که نفرانی که تا حال رجیستراسیون نکردن میتونن در اولین پرداخت خود تا حجم 8000 سومانی بونوس به دست آورند. سلکه بازی در کامنتار این ویدیو. امکانات را از دست ندهید. ریال در میدان خود از منچستر سیتی با حساب 1-2 باخت و راستش را اگر گپ زنیم ریال با قسم اول با همون اسلوب برآمد که زمان انچلوتی بسیار خوب کار میکرد. سخema 4-4-2 دفاع زیچ پرسینگ بلند انتظار کنتراتاک. همین تاکتیک هم با آنها یک گل آورد اما سیتی از آغاز بازی نشان داد که میخوان پورا نظارت کنند. آنها توپ رو زیاد میگرفتند، فشار میآوردند. فودن با هالند میپیوست، برناردو سیلوا تا نزدیک توچامه نمیرسید. پپ باز با تاکتیک خود بازی رو برای خود آسان میکرد. اما جالبترین قسم بازی در فلانگ راست بود. رودریگو دیشب بهترین بازیگر ریال بود. دویم حرکت میکرد، پوزیسیون عوض میکرد، با نیکو گانسالس فشار میآورد، توپ رو پیش میبرد و خطر ایجاد میکرد. گل هم زد اما نیکو اورایلی هم خیلی خوب بود. بسیار حالت‌ها رو گرفت، با حمله پیوست میشد و اون نیز گل زد. دوئل بود، دو بازیگر جوان، دو بازیگر خیلی فعال. بعد یک پنالتی به معنی همه کار رو ویران کرد. بعد آن سیتی پیش برآمد و در اول قسم دوم خواست که پورا بازی رو آرام کند. و توکت نظارت توپ فشار کم همین رو میخواستن اما ریال ناگهان فعال شد. پرسینگ کردن، توپ رو گرفتن، فشار دادن. حتی از روی دو قسم حساب کنیم ریال بیشتر توپ داشت و عجیبش این است که گواردیولا این حالت رو قبول کرد. او دیگر مجبور نکرد که سیتی توپ رو بگیرد بلکه خودش گذشت با بازی حمایوی. الونسو حمله رو وسیع میکرد، 6 بازیگر در پیش میایستاد. پپ باشد فودن رو عوض کرده رندرز رو گذاشت و سیستم رو با سخم 4-1-4-1 عوض کرد. در آخر تماما با سخم 5-3-2 گذاشت. دوکو رو گرفت، اکی رو گذاشت و تنها از خود دفاع میکردن. این اتوبوس کار داد. راستش اگر بگویم اگر کمی بخت بلندی میکرد ریال میتونست بازی رو به نفع خود برگرداند اما این دفعه تاکتیک پپ کار کرد و مهمش این که منچستر سیتی باری اول بعد از 5 بازی ریال رو مغلوب کرد. باری آخر سال 2023 آنها غلبه داشتند. بعد آن یک مساوی و 3 باخت، حتی یک بار در ضربه پنالتی و دیروز سلسله قطع شد. بازی بسیار عجیب بود. به نظر چنین می‌نمود که ریال بیشتر خطر ایجاد میکرد، خوبتر بازی میکرد اما وقتی استاتستیکا رو میبینی حیران میشوی. یک ضربه در چارچوبه از ریال 8 از سیتی. از روی ایکس جی ریال 1.32، سیتی 2.63. یعنی ریال امکانیت بسیار ساخت ولی ریالیزاسیون نادرست بود. بلینگهم گل تیار رو زدن نتوانست. وینیسیوس بعد در روزای خالی گل زدن نتوانست. رودریگو از لحظه دشوارترین گل زد اما این دو نفر از لحظه آسانه. ریالیزاسیون دیروز تماما کار نکرد از ریال اما از روی بازی این یکی از بهترین بازی‌های ریال مادرید در این موسم ضد دستای قوی بود. تنها با آنها کمتر تاکتیک دیگر نمی‌رسید. دیاگونال بیشتر، نویس‌های تیز و البته کلیان مباپه. زیرا اگر مباپه میبود این بازی دیگر میشد. او با این همه امکانیت‌ها حتما 1-2 گل میزد. ریال امسال 90% گل‌ها رو از مباپه انتظار است و دیروز نبودن او بسیار حس شد. راستی وقتی در ریال بازیگران مثل وینیسیوس، رودیگر و اسنسیو چنین بازی میکنند باور کردن دشوار میشود. آنها با جای فوتبال بسیار وقت با جنجال، سیمولیاسیون و بحث مشغولند. دیروز رودیگر به یگان ضرورت پنالتی داد. این با رودیگر اصلی خود مانند نیست. در 8 بازی آخر ریال همگی 2 غلبه دارد و 3 باخت. وزنین است. دیروز در تلگرام هم سوال ها می آمدند که آیا الونسو برای ریال موافق نیست؟
шояд клуб дар кор, шояд Зидан, лекин ба фикри ман Алонсо медонад ки дар куҷо кор мекунад, медонад ки дар ин даста вақти зиёд намедиҳанд. Перес ҳеҷ гоҳ назорати комил намедиҳад. Ин Реал аст. Фишор ҳар рӯз тори сар. Аммо агар системаро сохтан хоҳанд, бояд сабр кунанд. Мисли Артета ки 5 сол Арсеналро сохт, мисли Пеп ки томи муҳофизатро иваз кард. Агар роҳбарият омода набошад, пас беҳтар аст мураббии мотиватор гузорад. Лекин агар Алонсо системаро созад, ба ӯ вақт ва бозингарони мувофиқ лозим. Ҳар бохт ва ҳама ба сараш ҳамла мекунанд. Ин нодуруст аст. Вақти душвор аст, бояд дастгирӣ кунанд, бояд иҷоза диҳанд ки Алонсо кор кунад то ба худ ва ба даста боварӣ гум нашавад. Ва агар аз нигоҳи футбол бубинем, бозии дирӯз бисёр хуб буд. Реал зидди дастаи қавии Сити хуб бозӣ кард. Танҳо реализатсия набуд ва агар дақиқтар мешуданд, натиҷа дигар мешуд. Шумо дар бораи ин бозӣ чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман ақидаи худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом воридам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақтам Муҳаммад Гайров. Хайр бардорон дар паноҳи Аллоҳ.